یه ساعت این نور بالا سرم میخوام درستش کنم، یه ویدیو بتونم بگیرم. چل شدم. ولش کن، بذار دست همینجا باشه، طوری نیست. آقا یه سوال از مردا، پسرا فرقی نداره، 12-13 ساله یا حالا مردای خونه، نونخورای بابا، کاری ندارم به اونش، ربطی هم به من نداره. هر کسی میتونه زندگی خودشو داشته باشه، گوره باباشون، کاری ندارم. منظور یه سوال، دوست داشتین زیدتون، عشقتون، زندون، نمیدونم هر چیزی که اسمشو میذارین و دارین، چه خصیصه های منفور و نفرت انگیزی میداشت، ولی چه خصیصه های خوبی دیگه ای هم میداشت؟ مثلا من اینجوری بهت بگم، خودم رو میگم، من حاضر بودم حتی یه مریضی لاعلاج، دور از جونش دور از جونش دور از جونش، حتی یه مریضی لاعلاج داشته باشه، ولی فقط مال من باشه. دوست داشتم مثلا، نمیدونم، تو همین زمینه خیلی چیزاست که میخوام بگم ولی نمیشه گفت هر چیزی. مرسی.